بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد در ماه اپریل سال 2022 در روزهای ماه شریف رمضان در دهه یوون نویه عینی یک جوانزن مادر 3 فرزند و یک دختر نابالغ خواننده صنف 10 خودکشی کردند. اینها استقامت کننده دهه یوون اسماعیل و انوشه مادر 3 فرزند و دیگر دختر عبدالصالح خواننده صنف دوم مکتب میانه رقم 38 دهه یوون جانان و دادرای می باشند. گفته می شود که اسماعیل و انوشه صاحب 2 پسر و یک دختر بوده به دلیل مناقشه اویلوی با شوهرش رامانقلوف حیدرخوجه یک مدت در خانه پدرش در دهه ریوت زندگی میکرده است، اما اخیراً جسد بیجان بدار آویخته شده او را از آغل خانه شوهرش در دهه یوون پیدا کردند. در بین ساکنان سر و صداهای هم برخاسته است که گویا جسد انوشه اسماعیل را بعد چندین روز مرگش یافته باشند، ولی تا کجا دقیق بودن این آوازه ها روشن نیست. نزدیکان مرحوم و شوهرش مرگ او را شرح ندادند. نتیجه اکسپرتیز طبی جسد او که در شهر پنجکند انجام داده شد نیز هنوز دسترس نیست. جانان و دادرای خواننده صنف دهم مکتب رقم 38 باشد. به گفته ساکنان در پی یک نافهمی با همصنفانش دست به جان خود زده است. گفته می شود همصنفانش با او رفتار خوب نداشتند و در جشن نوروز نسبت به او به احترامی کرده هنگام گرفتن شناسنامه نیز به او اهمیت ندادند. به اطلاع همسایه ها دادرای گویا هنگام سرشویی به کدام سبب نامعلوم جان خود را از دست داده است. پدر دادرای لقمانبای جانانوف در مراجعت مینتی قرار داشته است و پس از حادثه به سر فرزندش آمده به دهه برگشته است. در سالهای آخر این بار اول نیست که از دهه یوون نویه عینی خبری کشتار و مرگ مرموز ساکنانش به دست می رسد. قبلا در این دهه یک زن خود را به دریای زرافشان پرتافته یک کودک صنف 6 در حوض آبجمع‌کنی ایشانهای یوون جان باخت و عزیزبک رجبوف 18 ساله را 4 جوان ساکن این دهه به صورت گروهی زده کشتند. اکنون به بالا این همه باز مرگ این زن و دختر پرشکسته در ماه شریف رمضان ضم شد.